به نام خدا، با سلام مجدد میریم به ضیافت پنالتی ها و پنالتی اولی که ایران باید بزنه به سوی دروازه تیم ازبکستان و امید نورافکن که اولین پنالتی ما رو هم زد. حالا دوباره در این مسابقه هم برای ما پنالتی خواهد زد. همین چهره منتظر چیان نمیدونم. همونطور ایران رو میبینید با پرچم‌های مقدس مدام تیم رو دارن تشویق میکنن و اینم نعمتوف با سوت داور باید بزنه. امید نورافکن اینجا که میبینید تو ذوق میزنه. این صندلی خالیه ورزشگاه ولی اونور پره ببخشید. امید نورافکن تمرکز میکنه، نفسی میکشه و این ضربه عالی هم پرید نعمتوف و دروازه باز میشه. شادی هم میکنه و نعمتوف حسرت میخوره که خوب پرید اما نتونست بگیره. بارکلا امید نورافکن و باز همون شادی. اما در بازی با کیور خیلی دیگه فریاد میزن. الان کوتاه بود. 1-0 در پنالتی ها ما پیش میافتیم. شامورادوف کاپیتان تیم ازبکستان و اینم علی بیرانوند، علی بیروی خودمون. یه پنالتی گیرم هست، ببینیم چه خواهد کرد. در مقابل شامورادوف ببخشید میزنه. مکس زیاد میزنه و خلاف جهت علی بیرانوند دروازه رو باز میکنه و حسرت برای علی بیرانوند رو به همراه داره.